میلاد هستم و خوش اومدید به کانال خودتون. امیدوارم که مطالبی که براتون آماده کردم مفید واقع بشه. چم که لایک کنید و سابسکرایب فراموش نشه. ویدیوی بعدی آماده شد در اختیارتون بذارم. لگال به معنای قانونی کردن مدرک. وقتی شما مدرکی رو ترجمه رسمی انجام میدید و مهر وزارت امور خارجه و دادگستری رو به همراهش میگیرید، در حقیقت مدرک شما مرحله بعد رو باید بگذرونه که اسمش لگال کردن. بر لگال کردن شما ممکنه یک واژه دیگه ای رو هم بشنوید به اسم بگلابه که همون کپی برابر اصل مدارک لگال شده است. ترجمه عادی ترجمه‌ای که فقط مهر مترجم رسمی رو داره، ولی ترجمه رسمی اینه که به همراه اون مهر مترجم مهر وزارت امور خارجه و مهر دادگستری رو به همراه خودش داره. مرحله اول شامل اینه که یک مترجم رسمی مدرک شما رو ترجمه کنه. یعنی یک لیستی هست، مترجمای مورد تایید سفارت وجود دارن و شما مترجم رو انتخاب میکنید، مدارک رو تحویلشون میدید. وقتی که مدرک شما رو تحویل گرفتن، ترجمه رسمی رو برای شما انجام. مرحله دوم شما باید از ویزامتریک که یک کارگزاری بین سفارت و افراد عادی هست وقت بگیرید. نحوه وقت گرفتن رو حالا اگر دوست داشتید توی کامنت بذارید، من واسهتون توی یک ویدیوی جداگونه توضیح میدم که چطور میتونید وقت بگیرید. مرحله سوم منتظر میمونید، ایمیلی برای شما میاد که مدارکتون رو تحویل ویزامتریک بدید. مدارک متفاوتی میتونه برای لگال کردن استفاده بشه، ولی عمدتاً مدارکی که ما برای لگال کردن استفاده میکنیم مدارک هویتی مثل شناسنامه، عقدنامه، سند طلا و مدارک تحصیلی مثل دیپلم و ریز نمرات و حتی مدرک‌های کارشناسی و ریز نمراتش استفاده میشه. برای مجموع هزینه ها باهاتون صحبت کنم. مجموع هزینه ها برای لگال کردن در ویزامتریک 38 یورو و برای بگلابه که همون کپی برابر اصل مدارک شما هست 36 یورو.